سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز دوشنبه 9 فوریه همراه شما. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند پرونده سید مهدی خان ستاروف معروف با نام شیخ تیمور را کمیته امنیتی ملی تحقیق میکند. در این باره روز 9 فوریه در شعبه امور داخلی ناحیه ترسونزاده خبر دادند. این روحانی که گویا دعوای پیغمبری کرده است از جمله به بسیار زنی و غیر قانونی از خود کردن زمین متهم می شود. آخر هفته گذشته تلویزیون تاجیکستان فیلم مستندی را درباره سید مهدی خان ستاروف نشر کرد و او را به مردم فریبی و گمراه کردن آدمان عادی متهم نمود. در این فیلم گفته می شد که سید مهدی خان ستاروف با 8 زن از جمله دختری نابالغ ازدواج کرده است که برای این کار در تاجیکستان جزای سخت مقرر شده است. شیخ تیمور حق ندارد تا زمان انجام پروندهش محل زیست خود را ترک کند. زید سیدوف صاحبکار شناخته و وزیر سابق صنعت تاجیکستان از دادگاه خواسته است محاکمه او باز و در حضور خبرنگاران صورت بگیرد. در عکس حال زید سیدوف در مرافعه شرکت نمی کند. قرار است بررسی پرونده های نوی زید سیدوف روز 12 فوریه در بازداشتگاه کمیته امنیت ملی در دوشنبه صورت بگیرد. با گفته اسحاق تبرف وکیل مدافع زید سیدوف، پرونده های مورد بررسی اقتصادی هستند و سیر و اسرار ندارند. از این رو ضرورت به محاکمه پسی درهای بسته وجود ندارد. زید سیدوف را که سال 2013 از عزمش برای تأسیس یک حزب نوی سیاسی خبر داد، در همان سال با گناه‌های سنگین به مثل سوء استفاده از منصب و تجاوز به ناموس به 26 سال زندان محکوم کردند. خودش و طرفدارانش میگویند این اتهامات بافته و ساخته و دارای انگیزه‌های سیاسی است. بانک جهانی در یک پژوهش نو درباره تاجیکستان گفته است تعداد کارمندانی که در کشور از کامپیوتر استفاده میبرند کم است. در این پژوهش که هفته گذشته در دوشنبه معرفی شد آمده است حالا از میان هر 10 کارمند شرکت و یا مؤسسه‌های دولتی در تاجیکستان فقط 1 نفر آنها از کامپیوتر استفاده میکنند و تمام. در مقایسه با تاجیکستان به گفته بانک جهانی در یک ولایت جنوبی چین 55% کارمندان از کامپیوتر استفاده میبرند. در این باره صحبتی داشتیم با رستم قاسموف رئیس فاند جمعیتی اینترنت در تاجیکستان و اول از او پرسیدیم که درست است که در تاجیکستان فقط 10% کارگران از کامپیوتر استفاده میکنند. البته اگر که این رقم حقیقتی خود رو نشون دهد البته این رقم کم است، ولی این رو باید به نوبت گرفت که کی و چگونه این تحقیقات رو گذرانده است. مثلا از روی تحقیقاتی که سال 2012 ما گذرانده بودیم 64% خانواده ها الحال صاحب کامپیوتر بودند. از آن چیزی که ما در همکاری با مقامات های دولتی مشاهده میکنیم قریب 100% مقامات های دولتی تا سطح ناحیه با کامپیوتر و دیگر تکنولوژی مجهز گردانیده شدند. بنابراین گفتن که الحال در تاجیکستان تنها 10% کارمندان دسترسی دارند به کامپیوتر، این با فکرم کمی با حقیقت دور است. خوب اگر شماره استفاده برندگان کامپیوتر بیشتر هم باشد، ولی باز هم میتوانیم بگوییم که روند تامین شرکت و کارخانه ها با کامپیوتر سست است. وارد کردن تکنولوژی در عموم درباره تاجیکستان گپ زدن، البته در تاجیکستان ما کمی دیر کرده بودیم با سبب‌های معینی سال‌های 90 که در تاجیکستان روند وارد کردن تکنولوژی نو کمی دیرتر سر شده، ولی در مدت 10 سال اخیر سطح واردات تکنولوژی اطلاعاتی کمونیکاسیونی در تاجیکستان در سطح منطقه با یگان دولت از یگان دولت همسایه کمبود نداریم. ولی در عموم استفاده کم از تکنولوژی‌های نو در تاجیکستان میتواند سبب سست شدن رقابت پذیری کارمندان و عموما اقتصاد بشود. به وارد کردن تکنولوژی نو ما سطح افکتیونوکی ثمرانوکی استفاده قوای کارگری رو بلند کردن نمیتونه و این باعث میگردد که مثلا محصولات ما قیمت‌تر خواهد بود. محصولات ما رقابت پذیر نیست. از طرف دیگر اگر کارمندان در تاجیکستان از ملکه‌های استفاده تکنولوژی سست‌تر باشند، آنها در بازار جهانی رقابت پذیری خود خواهند داشت. مثلا حاضر در تاجیکستان بسیار سخن آیدی وارد شوی به منطقه آزادی
اقتصادی یک جای با روسیه، قزاقستان، بلاروسیه، قرقیزستان سخن کرده می شود. یعنی که یک بازار عمومی کارمندان تأسیس داده می شود. در این بازار برای اون که توجیکان رقابت پذیر باشند باید از ملکه‌های بلند پیشرفت‌ترین بلد باید باشند. رستم قاسیموف دیرکتور فوند جمعیتی اینترنت در تاجیکستان با ما صحبت می‌کرد. در شهر دوشنبه نخست نمایش فیلم عروس زمانوی برگزار شد که آن را تعدادی از کارگردان‌ها و هنرپیشگان جوان آفریدند. در روز نخستین نمایش فیلم که در کاخ جامی در مرکز پایتخت برگزار شد، تقریبا 600 نفر به تماشای این فیلم مضحکوی آمدند. سبینه شایمردان و یکی از قهرمان‌های فیلم میگوید از استقبال گرم بینندگان هیجان زده شده است. Я очень рада, что сегодня собралось много народу, и публика приняла этот фильм. Я очень счастлива, это самый счастливый день в моей жизни. عروس زمانوی درباره دختری شهری است که زبان مادریش را خوب نمی‌داند و به خاطر جوانی دوست داشته‌اش بعد هر هفته و کارهای سخت و کنایه و پیشخندهای اطرافیان را تاب می‌آورد و به آرزویش هم می‌رسد. اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیوی آزادی، در صحیفه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.